پیامبر محبوبمون محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح می‌فرمایند انا و کافل الیتیم کهاتین فی الجنه، من و کفیل یتیم و سرپرست یتیم و اونی که یتیمی رو میخونند و میپوشاند و تربیه میکنند به مانند همین دو انگشت در جنت با من خواهد بود. کی میخواهد که از این برکت و این مقامی بلند محروم باشه؟ هیچ کسی. مهم کم بودن یا زیاد بودن نیست. اگر نداریم با معامله خوب، با تبسم، با غمخوری در برشان بودن کمک کنیم. اگر با مال کمک کرده نمیتونیم. پیامبر محبوبمون میفرماید التبسم فی وجه اخیک صدقه. ای مسلمان، همین چهره کشادن و تبسم کردن خود صدقه است، خود عبادت است، اجر و پاداش دارد.